آیاتی که در ابتدای مراسم حسن آقای محمود ساده هر خودم احساس میکنم که قطعا که نمیتونن، فقط یه حرف زده باشن، ولی احیانا اگه اتفاقی هم بیفته ما مردمی هستیم که همیشه پای کار بودیم، نه ترسی داریم، میدونیم که راهمون حقه و هیچ استرسی نمیگیریم که مثلا اگه اتفاقی هم بیفته، چون میدونیم خدا با ما دیگه. البته ایران حمله انجام نداد، ایران دفاع کرد چون قبلا ولی در هر صورت در کنار حالا اهدافی که داشت میکرد اهدافی مهممون این بود که طرف مظلوم باشیم و در دفاع از اونا باشیم و انجام این عملیات مقتدرانه. الله اکبر، الله اکبر، الله ترسه عشق میریزه، صدای گریه و جیل بچه‌تون در میاد. هیچ غلطی نمیتونه بکنه و فقط صحبت میکنه ماییم و سپاهیان اسلام و سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی ایرانه که میگه و عمل میکنه، ولی اونا فقط حرف میزنن، اگه راست میگن انجام بدن تا محکم‌تر سیلی بکنن. مرگ بر اسرائیل، من بوی غیرت و بوی مردونگی و بوی شراری و سازمان‌های جاسوسی اونهاست. ما از دوستان رو بکنم، ولی دیگه این رو میگم با جان و دل میگم ماشاءالله آقا کمالی مردم چه کردن؟ آیاتی که در ابتدای مراسم حسن آقای محمود ساده هر خودم احساس میکنم که قطعا که نمیتونن، فقط یه حرف زده باشن، ولی احیانا اگه اتفاقی هم بیفته ما مردمی هستیم که همیشه پای کار بودیم، نه ترسی داریم، میدونیم که راهمون حقه و هیچ استرسی نمیگیریم که مثلا اگه اتفاقی هم بیفته، چون میدونیم خدا با ما دیگه. البته ایران حمله انجام نداد، ایران دفاع کرد چون قبلا ولی در هر صورت در کنار حالا اهدافی که داشت میکرد اهدافی مهممون این بود که طرف مظلوم باشیم و در دفاع از اونا باشیم و انجام این عملیات مقتدرانه. الله اکبر، الله اکبر، الله ترسه عشق میریزه، صدای گریه و جیل بچه‌تون در میاد. هیچ غلطی نمیتونه بکنه و فقط صحبت میکنه ماییم و سپاهیان اسلام و سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی ایرانه که میگه و عمل میکنه، ولی اونا فقط حرف میزنن، اگه راست میگن انجام بدن تا محکم‌تر سیلی بکنن. مرگ بر اسرائیل، من بوی غیرت و بوی مردونگی و بوی شراری و سازمان‌های جاسوسی اونهاست. ما از دوستان رو بکنم، ولی دیگه این رو میگم با جان و دل میگم ماشاءالله آقا کمالی مردم چه کردن؟